این ماشینا رو ببین، کولر دارن من ندارم، سقف بالا سر دارن من ندارم، امنیت دارن من ندارم، ولی من لابلای این ماشینا راه دارم برم، اینا ندارم. من این بغل میتونم برم، اون نمیتونه بره. نمیدونم متوجه حرفم میشی یا نه. خدا نه همه چیزو به یه نفر میده، نه همه چیزو یه نفر میگیره. مثال خیلی ساده شه، حالا اینو تعمیمش بده به همه جای زندگیت. تو بابا ننه داری، اون ماشین خوب داره. تو اولاد سالم داری، اون لوکیشن خونش. یکی پایین شهر میشینه با عزت و احترام و آبرو، یکی بالا شهر میشینه بدهکار مردم و بی آبرو. یکی تو ماشین 5 میلیاردی نشسته با 2 تا مریض، یکی رو موتور نشسته قشقش خنده. انقدر خودتو اذیت نکن. بالاخره که تو یه چیزی داری. هیچکی بی همه چیز نیست.